سلام بچه ها جون، ناهیدم، دبیر ریاضی. میخوام تابع کسری مشتقش رو یه روش سریع براش اثبات کنیم و هدف از این ویدیو اینه که من میخوام بعد از این ویدیو انشاءالله رسم توابع کسری رو آموزش بدم. لازم دیدم که مشتق این تابع رو به روش سریع براتون اثبات کنم. گفتم چرا اثبات میکنم؟ چون همیشه تو حافظتون بمونه. ایگرگ پریم مساوی است با مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در چی؟ صورت. خب اینجا رو خیلی با دقت میایم چیکار میکنیم؟ این ضرب رو انجام میدیم. حواستون باشه اشتباه نشه. میشه چی؟ 2a پریم 2a پریم x به توان 3. یه چیز خنده دارم بگم، من این فیلم رو تا آخر یه بار ضبط کردم، تازم افطار کرده بودم، بعد دیدم که دوربین خاموشه و دوباره دارم از دوباره اینو براتون ضبط میکنم. 2a به پریم x2 به علاوه 2ax 2a 3x، درسته؟ این 3 پریم x به علاوه بگین ب آ پریم x2 به علاوه ب به پریم x به علاوه ب 3 پریم. اینو در این ضرب کنیم میشه منهای 2 آ پریم آ x به توان 3 منهای 2 آ پریم ب x به توان 2 منهای ضرب کنیم منهای آ به پریم x2 x2 منهای x منهای به پریم 3. خب ببینید تا با هم میرن شبیه همن. 2a به پریم x2 a به پریم x2 دو تا و یکی اینجا یکی از هم کم میشن، میشه چند؟ 2 تا میشه یه دونه a به پریم x2. این از این شد. با اینم یه دونه چی میشه؟ این دوتا شبیه همن. منهای 2 تا یکی میشه چند تا؟ منهای یه دونه آ پریم به x2. خب پس با اینام کاری نداریم. حالا این دوتا، این و این، از چی؟ از 2x فاکتور بگیرم به علاوه چی؟ 2x فاکتور بگیرم. از این میمونه آ 3 پریم، از این میمونه 3 منهای 3 آ پریم. از دوشون چیکار کردم؟ فاکتور گرفتم به علاوه خب به پریم x با این مثبت با این از بین میره. پس دو تا که اصلا کلا با هم حذف شدن. چی میمونه؟ به 3 پریم منهای به پریم 3 به پریم 3. خب به روی چی؟ مخرج به توان 2. حالا قبل از که اینو توضیح بدم یه یادآوری میکنم. دترمینان چی بود بچه ها جون؟ آ پریم مثلا ب پریم باشه، دترمینانش چی میشد؟ آ ب پریم منهای چی؟ ب آ پریم. اینو که حتما یادتون هست. آ ب پریم منهای ب آ پریم. حالا من میخوام اینو به این زبان بنویسم. پریم مساوی است با اینو تا x2 فاکتور بگیریم. از x2 که فاکتور بگیریم میشه آ به پریم منهای آ پریم ب. درسته؟ میشه پس آ پریم ب پریم در چی؟ x2. اینجا از 2x مشتق x2 2x کنارش مینویسیم. این چی میشه؟ آ و آ پریم 3 و 3 پریم به علاوه آخری چی میشه؟ ب پریم 3 پریم به روی چی؟ مخرج به توان 2. این شد مشتق تابع کسری به زبان دترمینان. خب ببینیم چجوری اینو حفظ کنیم.
ضرایب رو می‌نویسیم آ ب س آ پریم ب پریم چی س پریم. این ضرایب رو می‌نویسیم. من دوباره میخوام یه دور با هم بازنویسی کنیم. یک پریم مساوی است با، از اینجا شروع میکنیم. آ پریم، ضرایب صورت، ضرایب مخرج رو توی ماتریس می‌نویسیم. آ پریم یه بار با ب پریم، از این شروع میکنیم با کناریش. برای چی میشه x2. مشتق x2 چنده بچه جون؟ آفرین، 2x رو کنارش می‌نویسیم. میریم مرحله بعدی. اینجا آ پریم، اینجا بازم می‌نویسیم آ چی؟ آ پریم. یه بار با ب پریم بود، حالا با چی؟ آ پریم با چی باشه؟ با س پریم. خب به علاوه دیگه اینجا x وجود نداره، x صفره. حالا آ پریم که نوشتیم، میاد به نوبت این دوتا میرسه. چی؟ ب پریم و س پریم. به روی چی؟ مخرج به توان 2. حالا یه مثال با هم حل میکنیم. دلیلی که این موضوع گفتم، میخوام در ویدیوهای بعدی آموزش رسم توابع کسری رو درس بدم. سریع از این فرمول استفاده کنیم برای ریشه های مشتق. حالا یه مثال. سریع چیکار میکنیم؟ ضرایبش رو می‌نویسیم. 3 4 منفی 5 اینجا وجود نداره، یعنی چنده؟ 0 2 و چند؟ 3. میخوام مشتقش رو به دست بیاریم. گفتیم ایگرگ پریم مساوی با، شما بگین. آفرین. 3 و 4 یه بار با منفی 5 و 0 x2. مشتق x2 2x در دوباره 3 و 4 این بار با چی؟ با 2 و 3 به علاوه بار آخر دیگه خریش منفی 5 و 0 و 2 و 3 به روی مخرج به توان 2. حالا میگیم سریع بنویسم براتون. بگیم ایگرگ پریم مساوی با 3 0 تا 0 تا منهای 5 4 تا میشه مثبت 20 x2 به علاوه مشتقش 3 تا 9 تا منهای 8 تا میشه یکی، میشه به علاوه 2x 9 منهای 8 میشه 1. اینجا چی؟ 5 3 تا 15 تا میشه منهای 15 به روی چند؟ مخرج به توان 2. حالا مخرج رو پاک کردم. مخرج به توان 2 که ما با صورت این کسر چیکار داریم؟ کار داریم و میخوایم ریشه هاشو به دست بیاریم. خب امیدوارم از این فیلم لذت برده باشین و یه بار حتما برای خودتون اثبات کنین که همیشه تو ذهنتون باشه.